یو گایز چطورید بچه ها؟ مهداد رایتا هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیوی جدید. بچه ها امروز با پارت دوم پاسخ دادن به سوالای شما اومدم. یه چند تا سوال دیگه توی ویدیوی قبلی داشتید که امروز اومدم به اونو جواب بدم. قبل شروع ویدیو لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. هرچی هم سوال دارید زیر همین ویدیو بنویسید، سعی می‌کنم توی ویدیوی بعدی بسازمش و بهش پاسخ بدم. یکی از سوالای شما این بود که یه ارور جدید به اسم secure but not enabled. منم این ارور رو قبلا گرفته بودم واسه که موقعی که اکانتمو تازه ساختم و ازم چی می‌خواست؟ یه ورتیفیکیشن می‌خواست، وریفای کنم اکانتمو روی اکتیویژن. ولی شماره موبایل رو نمیدونم حالا به کارتون بیاد یا نه، ولی شماره موبایل فعلا چیزی که من تا الان فهمیدم اختیاری، میتونید وارد کنید، میتونید وارد نکنید. برای همین برای اینکه شما بخوای وریفای کنی اکانتتو، برو تو سایت اکتیویژن، ایمیل پسوردتو بزن اونجا، وریفای کن و دوباره بازی رو ببند، برو تو. این ارور معمولا واسه وریفای نکردن اکانتتون، یعنی فکر میکنه اکتیویژن فکر میکنه که اکانت شما همینجوری الکی مونده، یعنی وریفای نشده، یعنی امنیتش پایینه. برای همین ارور رو واسهتون میذاره و نمیذاره وارد گیم بشید. این کارو بکن و اگرم باز درست نشد توی کامنت ها بهم بگو و چه ارورای دیگه میگیرید. از چت جی پی تی هم میتونید کمک بگیرید، چت جی پی تی هم خیلی خوبه. حالا باز ادامهشو حالا هر سوالی داشتید دوباره توی همین ویدیو کامنت بذارید و میخونم و سعی میکنم جوابش بدم. یکی دیگه هم از سوالات این بود که همونی که دیروز واسهتون گذاشته بودم، باگ های وارزون، اون از این قراره که ببین دوست خوبم عزیزم، بلک آپس 6 پلاس نیاز داره. اول مطمئن شو که پلاس رو داری، حتما پلاس رو داشته باش، آپدیتاشو کامل انجام بده، بعد برو تو گیم دوم که بلک آپس 6 رو دان کردی، چون تازه دانش کردی، بعد رو همون کال آف دیوتی که بغلش علامت دیسک زده، برو اون تو مطمئن باش 160 گیگ هم کامل آپدیت کردی. بعد موقعی که رفتی تو مطمئن باش پلاس هم داری و برو از تو همین قسمت همین گیمات بلک آپس 6 رو انتخاب کن دیگه. 100% میاره دیگه، هیچ مشکل دیگه نباید باشه. گفتم دیگه اگر باز هر اروری بود حتما بگو. مثلا اینجا رو نگاه کنید، آها الان من چون بلک آپس 6 رو ندارم، ببینید اینجا چی زده؟ کال آف دیوتی بلک آپس 6 لانچر. اینجا لانچر هست، نمیدونم حالا بیاره تو صفحه یا نه. واسه من الان یه لانچر زده، کال آف دیوتی بلک آپس 6 لانچر 150 گیگ آپدیت. این لانچر واسه موقعی که شما دیسکو داری و میخوای یعنی همون لود اسکرینش هم دانلود کنی، لانچرشه دیگه، یعنی از وارزون بری بلک آپس 6 رو بازی کنی. اینم باید دانلود کنی حتما، یاد باشه بایدیه. مثلا ونگارد و اینا هم اینجوری هن. آره دیگه فرقی نداره خیلی. حالا بگذاریم دیگه. بازم سوالی داشتید بگید حتما توی کامنت ها. حالا من تا جایی که تونستم، تا جایی که سوادم میکشه، مغزم میکشه، راهنماییتون کردم. مشکلی چیزی باز داشتید حتما زیر همین ویدیو کامنتش رو بذارید، میخونم جواب میدم. امیدوارم به کارتون اومده باشه. سابسکرایب هم فراموشتون نشه، خیلی کم مونده تا 100 تایی. میرم تا ویدیوهای